سلام به بچه های گل یوتیوب. آقا خیلی چاکریم. امروز دوباره با یه ویدیو خفن دیگه اومدیم در خدمتتون باشیم بچه ها. همینجور که میبینید عمو جانی اومده. آقا عمو جانی اومده تو بازی، میخواد همه رو بک بده رو هوا. آقا این چیه دیگه؟ آقا من دیگه نمیخواستم. آقا امروز اومدیم که ست عمو جاریم. او بچه چی گفتم؟ ست عمو جاریم بچه ببخشید ویدیوی قبلی همون ویدیوی اکانتی بود بچه، یکم صدای گیم زیاد بود، تازه متوجه شدم صدای گیم رو کم کردم. خب آقا بگذاریم امروز اومدیم با ست عمو جانی پلی بیریم تو لونول. بعد میخواستم ستو واسهتون بزنم، گفتم معطل نشین، همینجوری ستو زدم و که بریم فقط تو بازی امتحانش کنیم. پس بی معطلی لیزراو بریم بچه. عمو جانی رزمی کار بوده داشتم. خب وای من اوریون آوردم بچه ها. من اوریون رو حالا کجام بکنم؟ بمیر دیگه. حال کردیم بچه. مثلا ساعت بازی عمو جانی رو میبینید در چه ابهتی داره بازی میکنه. وقتی عمو جانی بیاد یادم رفت که بخوابم بچه و بخوابیم رو طرف. بیا بیرون. بیا بیرون. وای بچه ها دور بودم. خب بچه یه دنس شاتمون نشه، بریم یه دنس شات بزنیم واسش. حالا گانم نیست متاسفانه. UMP بگیریم طلایی. باید عمو جانی رو بریم. کلن رفت. بهمون رفت بچه. وای این دست خودم خراب کردم. وای بچه ببخش من یکم نمیتونم وسط بازی صحبت کنم. الا بچه خود تو مگه نه بالا بودی چطور اومدی پایین؟ حیف که نمیتونم رو بخوام. نه بچه تو نظرم هست که یه گیلد بزنم، ولی نه الان، چون مثلا
هنوز خانوادهمون بزرگ نشده که بخوام گیل بزنم و اینا. فعلا کار گیلده رو نمیکنم، ولی انشالله خانوادهمون رسید به چند تا بگم، رسید به چند تا. آقا یه خوبی دیمونی بچه، رسید به خب بچه خانوادهمون رسید به 500 تا، من یه گیل بزنم، واقعا یه گیل بزنم. اگه خانوادهمون یعنی این همه رسید به 500 تا دیگه، من یه گیل نزنم. اوه اصل لامصب. الان بچه ها میگن چرا چیت میزنی و اینجوری. بچه ها به خدا من چیت نیستم، به قرآن من چیت نیستم، به والله من چیت نیستم. رقص عموجانی رو داریم. خب بچه دیگه بیشتر از این معطلتون نمی کنم. مرسی که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید بچه ها، واقعا دوستتون دارم، دلی دوستتون دارم. و تا ویدیوی دیگر با یه ایده خفن دیگه در خدمتتونی بچه ها. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار، بای بای.